با کل محدودیت و با کلی مخالفیت اینجا هم، یعنی من الان تعریف کنم کتابخانه مثل بیرشنگی که در کشور ولی خیلی طول کشید حتی یه قش شرایط قبول بکنم در همین روستای ابتر بین 600 خوردی روستا. آره من جز 10 نفر اول. هر بانو بلوچ که فکر که استعدادی هستیم فکر کنم که تو این کار بزرگی انجام بدن خلاقیتی به کار بگیته توصیه جلو. سلام، درود و درابات به شما گندوکم قاگه تلارسانی میارجله ملوچگی مهمان یک بانوکین گواری ملوطنی بانوکین گوار و تروات به شما گندوکم قاگه تلارسانی میارجله پجایار بکنته یک گزارش گمارا گورو همراه باید. بانو سلام، در جور برابرت. سلامت به شما همچنین. سلامت باشه. بانو با طرف مگندوکم قاگه تلارسانی میارجله پجایار بکنته. بله من بانو رحیمه پرویزپورم از ایران شهر یا ما پهر زمین روستای ابتر و کتابدار منطقه در واقع. بانو جواتی جود و کوشستان خواهمه گندوکم قاگه تلارسانی میارجل بگشتان که گشتر بزانه شما که و چه کاری کته بود؟ در ولی اول بانوان یک کتابدار در روستای ابتر یکی از روستاهای شاخص شهرستان ایران شهر در واقع شروع به فعالیت اون کوتا که به صورت خودجوش، یعنی نه چیزی که من از طرف یک ارگان دولتی برون دادم نه. بله ها نیاز بود روستام چارتا با توجه به علاقه و به کتاب و کتابخوانی و شرایطی که میشه به کتاب بودم در مثلا چی لازم دی که در روستا من کمک کنم که همچین مکانی پیم ببیته و دیگر اهالی روستا بتونن بیان استفاده بکنن، خصوصا بانوان و کودکان نوجوانان که گشتر نیازش هستن. و چی بود که از منزل شخصی و شروع کو که ارثی مادر بزرگ من از قدیمی دواری از شروع کو بدا همزمان یک موزه قدیمی هم وده افتتاح کو که یه جورای موزه کتابخانه تشکیل بود که کم کم با کمک خیرین دوستان آوازی که پیچه و اهالی خیر و روستا که ما را هست کمک شکو تو یک و انجمن حامی یک کتابخانه که استاندارد بیتیم پر روستا ما آماده بکنیم. کل روستای ابتر مردم کتابانو کن ساعتی که ما شروع کوی کارت 1 سال بعد دقیقاً در جشنواره روستاها و شهر دوستدار کتاب به عنوان روستایی که در کشور جز روستاهای دوستدار کتابی آماری ما رد کو و تحقیق که انجام بود ما برگزیده بودیم و یک مدرکی برشی که مردم استقبالش بوده و طبق مستندات و طرح کتابخانه که ما اجرا کردیم جز روستان برگزیده بودیم. رنج سنی خاصی هست که کانت کتابخانه یا نه تاکه مردم کانال روستا؟ در واقع گشته بچه کودک نوجوانن که یا بودن اصلا کلا ما سعی کو کتابخانه جوری بیتیم که از کودکی مردم ترغیب بیاین و تا به بزرگسالی تش نهادی نبیتیم. بخاطرش اکثریت گروه کودک و نوجوان هم بعد بانوان و ایسی آقایان هم هستن که علاقه‌مندن و حالا به واسطه آچوکان یا حضور و تشیاین و استفاده برن. بانوش می کتابخانه بلوچی ان کتاب هستن بلوچ زبانه؟ بله بعد از یه مدتی که حالا کتابخانه سر پا بود تا جور که مالوتی امکانات برابر بود ما نیاز دادی که ما گو اساتید زبان بلوچی در ارتباط ببینیم و بیان یه قفسه ای رو به عنوان حالا هر چی که کتاب یک قفسه 2 تا قفسه برای شروع کتابان بلوچی که واقعا خاصن و مردم برش آشنا نه ما بیان بودن افتتاح بکنیم و همچی بود که ما یک دوره همین ینگه با اساتید بزرگی که ما لعبت ایران شهرتم که خیلی نامانش زیاده من یک تک به تک نتونه بگوشم این قسمت ما افتتاح کن و بعد این هم که ما دوره اینش 10 روزه کلاس های زبان بلوچی آموزش قواعد خواندن نوشتن زبان بلوچی و توسط استاد میرجان میر ما کلاسان تشکیل داد و که بود که معرفی به کل زبان بلوچی تا منطقه. چی بود چه کتابداری شده دان جهاد کشاورزی تو؟ مدیر عامل صندوق خرد روستاهای جهاد کشاورزی در حوزه بانوان، یعنی وابسته به مشاغل خانگی که بانوان آیان در واقع چهرینن تی به قربان مدیریتی کنن.
من برای شروع حتی من فضا نداشتم، فضا اون که عوض داده یاری شورا دستش در مکه همکاریش کو. بعد مسئولینی در شهر مثل میراث فرهنگی و نهاد کتابخانه‌های عمومی و همچنین ارشاد اسلامی شاه همکاریش کو، حمایتش انجام داد، باعث بود کتابخانه واقعا گنده بگی ایشی بود که دیگه اداران دیگه اعتمادش کو، خصوصا جهات کشاورزی که مثلا این صندوق خورده روستایی که ویژه بانوانه دیستش که بهترین محل برایشی که بانوان یک جا بتونن برای کلاسان که آموزش گنده جمع ببن، برایشی که امنیت حضورش ببیت یک جایی برای رسمی ماننده پرش کتابخانه بهترین مکانه و ایشی بود که یه کتابخانه و این پیشنهاد من اجدا و من قبول کو با توجه به شناخته که من به بانوان روستا هستم مطمئن که در این مکان تو نه این کارهای انجام بده. چه پیشنهاد و گفتگوهای بلوچ بانوکا هستین که گشتر اجتماعی تو کار بکنن تو کارآفرینی بکنن؟ من تو یک بانوک بلوچی بودم مسلما با کل محدودیت و با کلی مخالفیت اونجا، یعنی من الان تعریف کنم کتابخانه مثلا بی قشنگی شیک در کشور اول بود خیلی طول کشید حتی یه قشری که قبول بکنم در همین روستای ابتر یه قشری هست مذهبی تا مثلا یک بانویش قبول نکو بیاد مثلا کار بکنته کتاب مثلا بارتن تا کوچه خیابانا بالاخره پخش بکنته عکس بگی گزارش مستند تا که حتی ماگرین یعنی که عکس گرگن برای بانوان بلوچ جوری خیلی یه کار انگار بگوشون چطور بوش تعصبی مانندی خیلی هنوز پذیرش ندارن، ولی این کار باعث بود که هم بتون رفته یاد بگیرن که صبر بکنن و استقامت بکنن با نتیجه عمل آیانی که مخالف حامی بتش بکنن. من و شما بانوان بلوچ هر بانو بلوچ که فکر که استعدادی هستین فکر کن که تو این کار بزرگی انجام بدن خلاقیتی به کار بگیته مترسی بی جلو اصلا پله نمیشه همه روچ اول تو مثلا راه سرچبه رو یک شب برو نه پله به هدفت رسید توانایی درات گیندی بیاد جلوی کار. ادارات مثل میراث فرهنگی مثل جهاد کشاورزی همیشه حامی بانوانم. من همیشه یک چیزی مدلونم برای بانوان، من از تمام یعنی مردم بلوچستان خصوصا آن که نه تنها مردم عامی آن که ارگانان وقتی که بانوی گندن یه واقعا گنده شی پتانسیلی هستن شی ایده هستن شی واقعا انرژی کار داره 100% حمایتی بکنم سویجی بدن. اگر راهی نزانته یه تعداد به فرض مثال رو میراث فرهنگی یعنی خانم هنرمندی خب حتما راهانی سویج بدن بگو شانتی مثلا تو با این راه با این مثلا روند اداره تو موفق با چون درسته کارهای داوطلب ما اصلا من شروع کار من داوطلبان نتایج خوب بدن ولی وقتی که رسمی تر بی حمایت ارگان ها پشت بیته هم برای وقتی مثلا محصول وقتش خوبه نتایج کار وقتش خوبه و همش که انگیزه برای پشتکار ادامه راه گشتش درش ایجاد بیته. بانو چی بود که این دوتو که بلوچستان کلان چه یادا میگه شده ده نه و ایشین که شما بیایشان در بگی جو ایای بکنه دوباره شپا میگین دوکن گشتر بگشتا عروسکای بوم قدیمی بلوچستان که شاید من بگم چون قریب بر 60 سال به بالاشم فراموش بودن برای من شخص من یک نقطه عطفتن که به هویت بلوچی باید بیر بگردم. من تا مثلا تا زیگین روی چشم کتک بلوچستان موسیقی اصیل داری صنایع دستی اصیل داری ادبیاتی کامله ولی هیچ وقت من نشده که در حوزه کودک هم یه کارهای ایده بوته در قدیم من شخصا هیچ وقت فکر نکو که یک عروسکی مار بوته در قدیم ایده کلا تماما یک نماد بلوچی بوده. به کمک در واقع یکی از دوستان خانم کریمزایی و همچنین خانم افسانه احسانی از پژوهشگران این حوزه در تهران بحثی برای ما در گروهی که ما به توسط فرمانداری جمع داد پیشه که باشه که ما لوته بیایم ودا تحقیق کنیم راجع به عروسک‌های بومی بلوچستان که فراموش بودن که من اصلا حیران اصلا تعجب وکړ که در بلوچستان ما عروسک داشته ما اصلا مش فکر که مادر بزرگان ما نهایت با چند تا گل و پارچه و شام بازیش کنه ابزارایی که وقتش پنگ کنه ولی فکر نکنه یک عروسه که با هویتشان داشتن چی بود که خانم احسان تشریف یاد و بنده هم به همراه چند تا از دوستان به کمک مادر بزرگان و در واقع شروع که به تحقیق پژوهش راجع به این عروسکی که اصلا کلا فراموش بوده. وقتی که من با مادر بزرگ و راجع به عروسک خبر کو
خیلی فکری که خوشحال و برق نگاهی که من هیچ وقت بیال نکنم شروع که برای ما پینکنگی عروسکی که کلان المانهای بلوچی درایی هستن و کم کم ما گشته راجع به تحقیق کو و پروبال ایندا جالبی کارشه که در کناری عروسک ما متوجه بودیم عروسک های دیگری هم هستن که به دست فراموشی سپرده بودن. مثلا عروسک عاشورا که در روستای ما ابتر کلا مراسم آیینی خاصی داشته بود که در روزهای عاشورا تاسوع عروسکش پنج کوته نماد طفل علی اصغر بوده که شیش شوکش کوته با زیورالات بلوچی شیش شوک کوته شیش در به در گردین تا گندمش چندا کوته بعد نظرش بین که در آخر شیش دفن کوته. یعنی باعث بود که خیلی از عروسک‌ها دیگه پشت سر احیا ببن ولی در کل دو تا جز عروسکانی بود در زندگی ما کلا معرفی بود که مثلا نماد زندگی بلوچیه چون بازیان که چوکا ما دا که مثلا بازی کردن یا تحقیق که مادر بزرگا حتی پدر بزرگا وسیله بودن که من چوکانش اهوردی آموزش داده چطور آداب زندگی یاد بگیرم، آداب مهمانی رفتن، آداب عروسی، آداب دور همی، جشن و جالب داره که جنین مردم با هم دیگه تا عروسک با مثلا بازیش کته. یعنی فرهنگ سازی پامی بلوچان بوده که یعنی نمادی چه فرهنگ بلوچان بوده زندگی بلوچی. این عروسک چشم و دهان و این چیزا نبوده چون قدیما اعتقاد بر بوده که عروسکان چهره نبود جز عروسکا بدون چهره دنیا حساب و چند ما اعتقاد قدیمی البته یکی از دلایلش در آینده تو با جلو خودش که نفس ما بکنه نزانند چمانی به پدر روشیم که مثل انسان‌ها خلقت خدا ما نباید دستکاری بکنه. بانو باز چشم منتوار که یا تا میارجل و دعوت رو قبول کرد. سلامت به منتوار شما بعد که وقتش دارم. سلامت باشه. منتوار که شما گندوکان پاگاه تلرسانی میارجله که گما رو برو همراه بوده الله میار و بابود باده.